مسلمانان در تاجیکستان عادتاً پس از نماز دست جمعی عید قربان به آرامگاه ها رفته در سر قبر نزدیکانشان دعا و فاتحه می‌خوانند. امسال بنابر سرایت کرونا ویروس در مسجدها نماز عید قربان دایر نشد. اما زیارت قبر نزدیکان ممنوع نیست و از این رو در دوام 3 روز عید در این آرامگاه شهر دوشنبه مثل هر ساله زائران زیاد بودند. در عرفه عید روحانیان از ساکنان دعوت کرده بودند که قبل از عید قربان به آرامگاه روند تا در روز عید در آنجا مردم زیاد جمع نآیند. اما با وجود این در روز عید ساکنان زیاد به آرامگاه آمدند چون این عادت برای ساکنان مقدس است. ما مسجد نرفتیم، خانه به خوندیم و یا نمازمون من برای کسلی کرونا ویروس من میهمانی با نرفتیم. من امروز اومدیم من زیارت کرده ایستادیم. اتام خیش تورو نزدیک شوهرم میبیم. انا 16 سال شد. کودکان سر آمدن. کنفیت یک چی دادیم با همین تمام. کودکان در خونه اشتگی کارانتین کوزی. شما چی؟ ما هم زیارت میکنیم میریم. بنابر پاندمی کرونا ویروس بسیاری از ساکنان تاجیکستان عید قربان را در خانه هایشان تجلیل کردند، اما بودند آنهایی که به عیادت نزدیکان رفتند. حاضر به خونه میرم این رو دوام میدیم، خونه خیش تورو میریم دو میخونیم. تمام. با گفته مقامات رسمی سرایت کرونا ویروس به ساکنان به تدریج کاهش یافته است. هر روز در تاجیکستان بیشتر از 40-50 حالت سرایت شهروندان به بیماری همگیر کووید 19 ثبت می شود. تا این دم از کرونا ویروس 61 نفر جان باختند. در قیاس با آمار کشورهای همسایه آمار مرگ و میر و سرایت در تاجیکستان کم است. بنابراین خوف ساکنان از سرایت یافتن به بیماری کم است. در این راستا در آژانسی آمار گفتند که مرگ و میر ساکنان در تاجیکستان به فرق از سال گذشته 11% بیشتر شده است. به عباره دیگر شمار فوتیدگان 1500 نفر بیشتر شده است. مقامات ادعا دارند افزایش فوت گویا به کرونا ویروس ربطی ندارد، اما با این وجود مسئولان اعتراف میکنند که اکثر فوتیدگان بیماری راههای نفس داشتند.